مرهم گذاشتن، اما مگه درد و ناراحتی ولش میکنه؟ رستم گفت هر کی جانش دوست داره برداره بره، کسی حریف این تورانی نیست. ایرانی‌ها دارن سلاحاشونو ور میدارن، لوازماتشونو میخ چادرها رو میکنن که فرار کنن. 2 ضربه دیگه این باید بخوره، کتف خورده. ایرانیاس هر اسبا پیاده و سواره برگشت. این حرفی که برن یه عده‌ای دارن گریه میکنن. کودرز رفت بالای بلندی، یزدان پاک کلید نجات ایرانیان مغلوب شد.